در مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند آن آموزگاران صاحب تجربه و دانشمند درس میدهند که صاحب سرتیفیکت بین المللی تعلیمی میباشند. آموزگاران از کشورهای آمریکا، اروپا، مصر، کیپر، بریتانیای کبیر، عربستان سعودی و ترکیه میباشند و یا در این دولت ها تجربه کاری دارند. یعنی آموزگاران در این مکتب چگونه قبول کرده میشوند، چطور درس میدهند و شرایط مکتب را چگونه ارزیابی میکنند. ما در این گزارش در این باره معلومات میدهیم. جوناس اپی ماکیا یکی از آموزگاران خارجی می باشد که در مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند درس می دهد. او اصلا از کمیرون بوده در لندن تحصیل کرده است. از این پیش وی در دولت‌های کمیرون، بریتانیای کبیر و ترکیه فعالیت آموزگاری نموده است. طوری که ماکیا قید کرد، شرایط در مکتب اکسفورد شهر خوجند به مثل دولت‌های پیشرفته بوده. ذوق خوانندگان هم به آموزش علم خیلی زیاد است. محیط مکتب اکسفورد در شهر خوجند مثل مکتب‌های بین المللی بوده. تعلیم نیز از روی چنین معیارها براه مانده شده است. خوانندگان خیلی با ادب هستند، خوب تربیت یافتند. من که در دیگر دولت‌ها درس دادم، اگر مقایسه کنیم در اینجا خوانندگان بسیار لیاقت دانش اندوزی و زبان آموزی دارند. البته خوانندگان صنف من آزادانه با انگلیسی سخن گفته می‌توانند. در درس فعالند، هرچند که در اول سست بودند. والدین نیز بر روند درس آموزی فرزندهای شان اهمیت جدی میدهند که این بسیار خوب است. دوام 2 سال فعالیتم در اکسفورد با فخر گفته میتوانم که قابلیت دانش اندوزی و زبان آموزیشان نیز در مقایسه با خوانندگان دیگر دولت‌ها خیلی بلند است. هر یک آموزگاری که در اینجا فعالیت میکند تجربه بوی و سابقه زیادی کاری ساحه در دولت‌های پیشرفته به مانند امریکا و اروپا، کیپر، ترکیه و غیره داشته در اساس آزمون و سنجش به کار دعوت کرده می شود. چنانکه که آموزگاران ضمن صحبت قید نمودند، امکانات مکتب، طرز و اسلوب معاصر تعلیم و توجه زیادی خوانندگان به دانش اندوزی برای محصلین شرایط فراهم می‌آورد که در آینده همچون بهترین کادرهای سطح بین المللی تربیت یابند. شرایط در این مکتب عالی بوده به استانداردهای جهانی جوابگو می باشد. من خوانندگان را در وقت تعلیم و تربیت نمی ترسانم و آنها را با مهر و محبت تربیت می کنم. برای چی این کار را کردن ممکن نیست به خوبی می فهمانم. برای دقت خواننده را به درس جلب کردن هر گونه بازی های شوق آوری آموزنده می گذرانم. برای آنها روزی دراز نشسته نوشتن دلگیر کننده است، زیرا که آنها خردسال هستند. من به 6 7 8 ساله ها درس میدهم. برای صنف‌های بالایی طلبات دیگر است. خواندن نوشتن بسیار خوب است، اما کودکان باید بسیارتر حرکت کنند، گپ زنند، باید که بازی کنند. در یک جا 2-3 ساعت نشستن برایشان نادرست است. توسط بازی دقت خواننده را به درس جلب کردن بسیار مهم است. اینجا مکتبی بزرگ است، دارای همه شرایط بین المللی می باشد. سیستم خوبی اداره کنی دارد. در اینجا کار کردن به من پسند است. خوانندگان مکتب بسیار قابلیت بلند دارند و ما نیز به آنها انگیزه می دهیم. در هفته درس ها هر گونه بازی های سودمند تشکیل می کنیم. کار گروهی و فردی می گذرانیم. در درس ها نباید سختگیر باشیم، مهربان و چهره گشاد باید باشیم. درس را شوق‌آور گذشته سرطلب باشید بسیار خوب است. پیش از آن که من درس را سر نمایم میدانم که چگونه آغاز و انجام میدهم و البته یگان نمود فعالیتی جالب دایر میکنم. شوق آن وقت میآید که اول کسب خود و خوانندگان را دوست داری. آنها این را احساس میکنند و روح بلند میگردند. من در تاجیکستان در شهرهای دوشنبه و خوجند 8 سال این جانب زندگی میکنم. اگر با دیگر مکتب‌ها مقایسه کنیم، اینجا همه شرایط مهیا است. از تالار ورزش تا آشخانه، خوابگاه، صنفخانه‌های گشاد و برهوا و مجهز. من در اینجا از فن صنعتی تصویری درس میدهم. بچه‌ها بسیار شاد و ممنون هستند. بسیار چیزها را ایجاد میکنیم. همه اشیاءهای لازم را داریم و آن را در هفته درس استفاده مینماییم. دیرکتور مکتب مروه منصور هم از خارج کشور می باشد. وی قبل از فعالیت در مکتب اکسفورد در شهر خوجند در دولت‌های خلیجی فارس از جمله ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورها کار کرده دارای سرتیفیکت درجه بین المللی تعلیمی می باشد. چنانه که او قید می کند، آن آموزگارانی که از خارج مملکت دعوت کرده می شوند فعالیت خوبی آموزگاری و نتیجه های نظررسی ساحه را دارند. ما اول فعالیت آنها را می سنجیم، صحبت می کنیم و بعداً به کار دعوت می نماییم.
We are selecting two types of омӯзгорон дар ду департамент русӣ ва англисӣ ба кор қабул карда мешаванд. омӯзгорони байналхалқӣ дар департаменти англисӣ қабул мегарданд. пеш аз даъват ба мактаб мо аввал бо онҳо дар тамос мешавем ва хоҳиш мекунем ки тарзи дарс гузариашонро нишон диҳанд ва дар асоси он пас аз таҳлил мо ба кор қабул мекунем. дарси омӯзгорони маҳаллиро низ аввал мебинем, бо онҳо суҳбат мегузаронем. агар ба ҳамаи талаботҳои мо ҷавобгӯ бошанд, баъдан шартнома мебандем. among the teachers. нақши омӯзгор дар таълиму тарбия ва фароҳам овардани муҳити хуби донишандӯзӣ дар мактаб назаррас арзёбӣ гардида дастоварди хонандагон аз фаъолияти омӯзгор вобаста мебошад. мо кӯшиш мекунем ки беҳтарин омӯзгорони хориҷӣ ва маҳаллиро ба таълиму тарбия ҷалб карда сатҳи дониши хонандагонро ба меъёрҳои байналмилалӣ баробар намоем, мегӯяд муассиси мактаби мазкур Саидмурод Давлатов. зеро ки фаъолияти асосии Оксфорд ҳамчун мактаби орзуҳо баҳри расидан ба ҳадафҳои бузурги хонандагон و تربیه کادرهای بلند اختصاص روانه گردیده است. سطح تعلیم، سطح ابرزوانی که مثال علمی که مردم ما میگیرد، طلبه ها میگیرند، همین در اوران بین المللی براد. چون که من در بسیار دولت‌های دنیا گشتم، من دیدم صفاتو، من دیدم کاچیستوی کارا. بعد مثال من میدونم که منتالیتی ما چه خیلی، من میدونم که چه خیلی است مثال اوران ابرزوانی ما چه خیلی. بعد متخصصی که ما مکتب عالی تمام کرده میبرد، من دیدم که چی کارا از دستش میاد، چی کار با لیاقت دارد، چی کارا کردن نمیتواند. انا وقتی که دیگه دولت‌های دنیا من گشته دیدم چه خیلی کادرها شدنش در کار. مقصد اساسی ساختن آکسفورد در همین شهر خوجان، مقصد اساسی همین است که همون بچه‌ای که لیاقت دارد و همون بچه‌ای که پرتندواد میکند و لایق مثال گیم بین سطح بین المللی هست و بچه‌ها به شانس دادن اخوردیش. هر انسان دارای استعداد و خصلت خاصی می باشد که در اساس این دو چیز شخصیت او ساخته می شود. تنها در صورت استعداد خود را دریافتن و آن را در حیات عملی نمودن انسان می تواند که به آرزو و مقصدهایش رسیده همه نیت‌هایش را عملی نماید. برای در عمل تطبیق گشتن مقصدهای شما در مکتب اکسفورد شرایط فراهم آورده شده است. زیرا که مؤسسه مذکور دارای بهترین امکانات و آموزگاران سطح بین المللی بوده، رسالت آن نیز در آینده موفق گشتن خوانندگان و همچون شخصیت جهانی به کمال رسیدن آنها معنی داد می‌گردد.